سلام، به این مراقبه خوش اومدید. من کیمیا هستم و قراره توی این مراقبه همه انرژی های منفی کهنه درونمون رو رها کنیم و اجازه بدیم که این انرژی ها ازمون دور بشن. حالا در مکان آرامی قرار بگیرید. میتونید این مراقبه رو نشسته یا دراز کشیده انجام بدید. با چند نفس عمیق شروع میکنید. هر دم از بینی و بازدم از دهان. هر زمان که آماده بودید چشمهاتون رو ببندید و با هر نفس بدنتون رو رها کنید. با هر نفسی که میکشید در این لحظه حاضر بشید. اجازه بدید که بدن و ذهنتون آروم بشن. بدون قضاوت فقط مشاهده گر باشید. حالا به درون خودت نگاه کن، به اعماق وجودت. آیا حس سنگینی، تنش یا افکار آزاردهنده‌ای درونت احساس می‌کنی؟ اونها رو مثل ابرهای تیره‌ای درون بدنت تصور کن. بهشون هیچ اسمی نده، فقط مشاهدهشون کن. حالا با یک نفس عمیق نور سفید یا طلایی رنگی رو ببین که به ناحیه‌ای که احساس سنگینی می‌کنی میتابه، یا به طور کلی این نور از قسمت سر به تمام بدنت میرسه. حالا با بازدم میتونی اون ابرهای تیره و سنگین رو ببینی که با تابیدن این نور از بین میرن و همه بدنت رو نور در بر میگیره. این تمرین رو چند بار با خودت تکرار کن. در همین حال درون خودت تکرار کن: من سبک هستم. من رها هستم. من خالی از هر انرژی منفی هستم. من در حمایت کامل کائنات قرار دارم. حالا در مقابل خودت آبشاری از نور رو ببین. خودت رو ببین که زیر این آبشار قرار گرفتی. هر قطره این آب پاک کننده است و همه انرژی های کهنه و منفی باقی مونده رو با خودش میبره. و از سر تا پاهات حالا این حس تازگی و سبکی رو درون خودت احساس میکنی. این فضای خالی درونت رو با نور آرامش و عشق پر کن. این نور مثل نور خورشید
همه وجودت رو گرم میکنه. کمی دستهات رو به هم بمال تا این انرژی و گرما بین دو دستت ایجاد بشه. حالا دستهات رو به آرومی روی قلبت قرار بده و این جملات رو با من درون خودت تکرار کن. من سبک هستم. من در امان هستم. من محافظت شده هستم. انرژی های من هماهنگ با خواسته هایم هستند. همکنون کائنات همه کارها رو برای من انجام می دهند. حالا در پایان این مراقبه بهتره که سپاسگزار باشیم. سپاسگزار از نفس‌هایی که در این مراقبه همراهیمون کردن. از زمانی که برای انجام این مراقبه در اختیار داشتیم و از رهاسازی که انجام شد سپاسگزار باشیم. حالا کم کم توجهتون رو به محیط اطرافتون برگردونید. به آرامی میتونید انگشتان دست و انگشتان پاهاتون رو تکون بدید و هر زمان که آماده بودید چشمهاتون رو باز کنید. حالا خودتون رو عاری از هر گونه انرژی منفی یا ناهماهنگی ببینید. میتونید این مراقبه رو در هر زمان که احساس سردرگمی یا سنگینی کردید انجام بدید. یا اگر در دوره سختی هستید این مراقبه رو هر روز انجام بدید. من ازتون ممنونم که تایمی رو در طول روز به خودتون اختصاص میدین و انرژی هاتون رو هماهنگ میکنید. و همچنین ممنونم که من رو توی این مراقبه همراهی کردید. براتون آرزو میکنم هر نفسی که میکشید پر از برکت و آرامش باشه.